همین محمد اقبال صدری هم هیچ چیز بلد نیست. همین فیکای او قبلا خودی او آیه هایی گفتیم قرآن در زیری گفتیم کامنت های آدم ها میمونه که ارتباط به موضوع نداره. این آدم ها به ارتباط به اسلام ندارن، ارتباط به توده مردم تاجیک ندارن. اینا هیچ چیز نمیفهمن. اینا یگانه چیزی که میفهمن اینا میتونن جاسوسی بکنن، اینا میتونن آدمای بهتری را بنستی بکشن. برای همین وقتی که مرا اینا میخواستن بنستی بکشن، مرا قبل از یک ویدیویی که من به ویدیوی کوبنده به طرف کبیری بود، ویدیو وقتی که ویروس شروع شد، من در یاد داشته باشین یک ویدیو داشتم که خیلی گفتن چرخی در فیسبوک، در یوتیوب بیننده زیاد داشت. بعد اون ویدیویی که من حمله کردم با کبیری با آدماش، آخوندهای احمق صادر گفتن خبر دادن، با اونو همکاری کردن و سعی کردن مرا بنشتی بکشن. کجا رسید به عبدالسلام آدینزاده که من گفتیم اینجا یک مقدار شخصی هستم که گفتیم شرایط دارن و من یک مقدار گپای من کوبنده هستن، گپای من تیز تند هستن و من میدونم که گفتیم نفوذ من تا کجاست و برای همین اینا خودشان میدونن و من هم میدونم. وقتی که این نه کبیری نه محمد اقبال یگان دانه اونا میترسن از بنام میترسن از نام بردن آدینزاده در به طوری گفتیم اجتماعی. وقتی که گپ میزنن و هیچگاه نام عبدالسلام آدینزاده رو نمیبرن، به خاطر آن که عبدالسلام آدینزاده امروز شاید که پرنفوذترین از لحاظ ذهنی رو روشن فکری است و از این اینا میترسن. مخالفتی وجود ندارد امروز دوستای عزیز. اینا نام اسلام استفاده میبرن، نام ملت استفاده، اما اینا نه کبیری نه محمد اقبال نه دیگرش اینا از اسلام بوی نداره. اینا نمیدونن که اینا خداوند هنوز استغفرالله نشناخته. برای همین دوستان این چیزا رو ما بفهمیم، فهمیدین؟ این چیزا رو ما بفهمیم ان شاء الله به خواست خداوند و پیش بریم و ببینیم که خدا برنامه‌های خداوند برای ما چیست. فهمیدین دوست عزیز؟ خداوند بزرگ است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.